این روز فرخنده را ساکنان دهه کمال خوجندی جماعت شهرک بختری و ناحیه کوشانیان در باز انتظاری میکشیدند. بینای مؤسسه تعلیمی رقم 8 ناحیه از سالهای 1930 و 1954 عصر گذشته ساخته شده بود و با گذشت سالها شماره خوانندگان حالا به 1560 خواننده رسیده است. در رسمی گشوده‌شوی بینای نو مؤسسه رئیس ولایت ختلان محترم قربان حکیمزاده، رئیس ناحیه کوشانیان، سردار ریاست معارف ولایت ختلان و دیگر راهبران تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه کوشانیان شرکت داشتند. بینای مذکور با صرف 3 میلیون و 200 هزار سومانی از حساب بودجه ساخته شده است و در ساختمان آن استوها ساکنان محل نیز سهمگذاری کردند. با دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در این مؤسسه بینای نو علاوگی تعلیمی برای 16 صنفخانه برای 360 نفر جای نشست برای خوانندگان و 6 اتاق کاری مهیا گردانیده شده، ساخته به استفاده شده مهیا گردانیده شده است و اینچنین در برابر این بنا دارای 2 صنفخانه کامپیوتری میباشد که در هر 2 صنفخانه 32 عدد کامپیوترهای زمانوی تامین نموده مجهز گردانیده شده است. این بر روند تعلیم خیلی فایده کلان میرساند. یک بینای زمانوی برای خوانندگان ساخته به استفاده داده شد و ما آموزگاران این مکتب رقم 8 منتداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میرسانیم که چنین بینایی با حشمت زمانوی با ما ساخته به استفاده داده شد. من شکر پیشوای ملت، شکر شخصانی با معرفت جمهوری تاجیکستان میکنم که چنین مؤسسه‌های زمانوی با تکنولوژی‌های معاصر ساخته شده به ما دادند. هنگام شناسایی از صنفخانه‌ها و از سطح و صفت دانش طالب علمان مؤسسه معلوم گردید که خوانندگان صنف 10 مؤسسه از نداشتن یک چند الگوی کتاب‌های درسی از جمله کتاب فیزیک و خوانندگان صنف 8 ای مؤسسه از فن گئوگرافیا تنقیصی میکشند. همزمان رئیس ولایت از حالت کتاب و روزنامه‌داری خوانندگان دیدن کرده و مسئولین مؤسسه تعلیمی، مدیر شعبه معارف و دیگر مسئولان ساحه برای اصلاح کمبودی‌های جای داشته دستور و سپارش‌های مشخص دادند. بینای مؤسسه مذکور دارای 16 صنفخانه و 6 اتاق کاری بوده، در 2 صنفخانه آن همچنین 32 کامپیوترها جایگیر شدند که من بعد آموزش آن به خوانندگان باز هم قلایتر شده، سویه دانش آنها از این فن بالا می رود. معلوم گردید که قسمی از خوانندگان مؤسسه از این فن نیز معلومات خوب نداشته بعضی استفاده بردن آن را درست نمی‌دانند. رئیس ولایت تاکید بر آن داشتند که به آموزش تکنولوژی اطلاعاتی و دیگر فن‌های ضروری در شرایط کنونی به شما طالب علمان در آینده مشکلات زیادی پیش رو می‌آید. از این رو لازم است که با دانش‌های زمانوی فراگیر بوده کوشش کنید که در آینده همچون متخصص ارزنده به وای رسیده به خلق و دولت خود صادقانه خدمت کنید. در صحن مؤسسه با اشتراک رئیس ولایت و رئیس ناحیه کوشانیان جمع دایر شد که در آن در برابر خوانندگان و آموزگاران همچنین والدین خوانندگان اشتراک داشتند. با تاکید رئیس ولایت ختلان در دایره اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر مادر در تعلیم و تربیت فرزند، والدین را ضرور است که روابط خود را با مؤسسه زیستر برآورند. همچنین گفته شد که حدود مؤسسه تعلیمی باید در مهلت‌های کوتاه‌ترین آباد کرده شده در گرد و اطراف مؤسسه کارهای سبز و خرمگردانی به جا آورده شود. تاکید گردید که ما باید نسل نورس را در روحیه وطندوستی، سازندگی و بنیادکاری تربیت کرده آنها را با راه درست راهنما سازیم. سابقه‌دار ساحه معارف چهرهگل عبدالله و رئیس ولایت و دیگر حاضرین را باور کنند که ما آموزگاران و والدین خوانندگان من بعد در برابر اصلاح کمبودی‌های جای داشته تربیت نسل نورس را خوبتر به راه می‌مانیم و با زحمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امامعلی رحمان احترام گذاشته در پیشبرد سیاست راهبر دولت صادق می‌مانیم. محمد شریف عبدالحیف، عبدالقهار آدین‌نایف، نمازعلی ارگاشو، ناحیه کوشانیان اخبار.